بچه‌ها چطوری؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. همه هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. داخل ویدیو قرار بریم با هم دومین آفر 90% که اومده داخل فری فایر و البته برای سرور ما نیست، ولی مطمئنا یه همچین آفری با همچین تشابهی قرار داخل سرور خودمون هم بیاد. حالا اینکه به این شکل دقیقاً مثل میستری شاپ بیاد یا سایر حالت‌های آفر، مثلا چه می‌دونم همین آفری که اومده توی سرور خودمون یا یه آفر متفاوت‌تر، یادتونه مثل اون که این ورش درصد داشت بعد شما اسم می‌زنی بالا پایین می‌شد. خلاصه این دو تا ستی که دارید می‌بینید به یه صورتی که آفر مانند هسته داخل سرور خودمون قطعا میاد، اما اینجوری میستری شاپ باشه یا یه جور دیگه باشه مشخص نیست. سوای این قرار بریم با هم آیتم‌های دیگه که توی سرور اروپا اومده رو با هم بررسی کنیم و خب برای آفرم 100% البته خودم اسپین زدم، ولی یه سری آیتماش قرار بگیریم. همین الان ازتون میخوام که حدس بزنید داخل کامنت به نظرتون چند درصد آف خوردن. عجیب غریب شانس تو سرور اروپا بالاست، دلیلش هم نمیدونم چیه. البته که فکر کنم نزدیک به بچا یک سالی هست، یک سال شاید ولی کمتر، ولی 9 ماه میدونم شده که ما روی این اکانت هیچ ویدیویی نگرفتیم. 2448 جم داره که فکر کنم همش تو این ویدیو خرج میشه. لایک و کامنت سابسکرایبتون نره. بریم که از اولین گردونه که توی بازی اومده شروع بکنیم. اوکی بچا ببینید اولین گردونه که اومده گردونه کلت جونیه که بخوام پاوراشو براتون بخونم. دو خر ریلود و مگزین داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا بچا مثال یه کلت عادی وایو صحبت نمیخوام راجبش. یه کلت عادی مثلا 100 تا اچ پی بده، این 120 تا میده. ریلود هم داره. خیلی فکر کنم سریع خنک بشه، چون این که اصلا ریلود نمیشه کردش، این خودش ریلود میشه. ریلودش یعنی خودکار خنک میشه، واسه شما میتونید استفاده کنید. مسئله که اینجا وجود داره اینه که آیا کسی هسته که آرمین یه لحظه اینا رو حساب کن. من فکر میکنم حدوداً میشه بچا مثلا 1000 شاید 300 400، ولی این دقیقشه. این آمار دقیق اینه که جمع کنید این اعداد به دست میاد. اینقدر جمع شما حاضرید بدید برای کلجونی. من خودم به شخص تو سرور خاورمیانه بیاد اولین نفر میگیرمش. خب این دلیل نمیشه که چیز خوبی باشه، چون من هر چیزی که میگیرم چیز خوبی که نیست تو این بازی. من هر آیتمی که کلا تو این بازی چرت و پرت میگیرم، ولی دلیل نمیشه اون آیتم خوب باشه. من فقط تعهد دارم نسبت به اینکه هر آیتمی اومد برای شما ویدیوشو بذارم. این پس اولی چیزی که اومده اصلا نمیصرفه ما تو این سرور بخوایم برای چی خوشگل شده برای این اسپین بزنیم تو این سرور، چون اصلا آجی تو سرور خودمونم بیاد نمیصرفه. ولی خب این مطمئنم چیزی که قراره بیاد. انت بعدی که هست اینجا یه دونه گردونه دنسه که حاجی این چیه؟ آیه همون شمع است تو سرور خودمون اومده، نمیدونم چه جوری ولی مطمئنم اومده. چون قبلا تو سرور اروپا دیدم. اینم که خوابش میبره. چه اسیدی، این چه دنس چرت پرتی داره میاد. اینم که خب با اختلاف یکی از گنگ ترین دنس های گیم، دنس صندلی. و اینم حاجی این که دنس همین کتاب است دیگه، اگه اشتباه نکنم بچه‌ها. نه آره دیگه این برای هایپر بود که همینه، میگم دیدمش اینو. این برای کتابی که حالا برای اینا توی قالب یه گردونه اومده که شامل 4 تا دنس میشه. سوای این یکی هم که دقیقاً توی سرور ما به همین شکل اومد، اینجا به همین شکل اومد. الان به آفرم میرسیم بچه‌ها، اینا رو سریعتر بگذرونیمش. اوکی اینجا این فاماسه توی همچین گردونه اومده برای اینا به همراه فاماس نقاشی و این مکتنه که برای ما توی گردونه اومده بود. و جفت این آیتما تو 2 تا گردونه مجزا اومدن، ولی اینجا انگار 2 تا یکی. البته 3 تا یکی کردن. این مکتن خوبه که دمیج دارم اینجا هسته. و البته تو قسمت اکسچنج شما دوباره میتونید توی این سرور کلا نمیدونم چرا اینا تو هر ایونتی باشه این چیز فاماسه چالش نقاشی رو جا میکنن. و اگه شما نمیدونید چرا به اینا ما میگیم چالش فاماس چالش نقاشی، فکر کنم باید برگردیم به سال 2018 بود یا 19 دقیقاً نمیدونم، که شما نقاشی میکشیدید و شانستون امتحان که اگه نقاشیتون خوب بود یکی از این فاماسا رو بهتون میداد. 90% بچه‌ای که دارن این ویدیو رو میبینن احتمالاً نمیدونن من راجع به چی دارم صحبت میکنم. من بهتون حق میدم چون اون موقع تو بازی نبودید، ولی اون 10% که میفهمن حرف منو کامل درک میکنن. اون 10% که واقعا بودن و اون زمان من خودم نقاشی که هیچ کدوم از فاماسا رو به من نداد. چرت اصلا مشخص بود چی باید میکشیدی تا میداد. یه بچه صفحه‌ای بود بخوام براتون شبیه سازی، یه صفحه‌ای بود شما مثلا یه بارم فکر کنم دستت بلند میشد دیگه نقاشی تموم شد. با یه دونه حرکت بعد یه نقاشی میکشیدی، بعد ما نمیدونم کلاه میکشیدیم، نمیدونم دست میکشیدیم، پا میکشیدیم، هیچ چی بهمون نمیداد، یه چیزا چرت و پرت میداد. ولی اینجا ما عرض موضوعتون چند تا مکتن هم داریم که حاجی این مکتنام تو هر گردونی میاد جا میکنن. اینا مکتنای اینکوی که اصلا کاری بهشون نداریم. اینجا این ستم دقیقاً یه سایتی مشابه سایتی که تو سرور ما اومده اینجا اومده. البته فکر کنم آیتمای هاشیش بعد متفاوت باشه. مثلا اگه برای ما اینو مثلا چه این قسمت سمت راست میداد، حالا اینجا اینجا هم میده تو جالب. نه آیتماش تفاوت خاصی نداره با سرور ما. این گردونه که خیلی وقت تو این بازی هست 4 تا گان لولی تو این بازی مثلا تو این سرور 4 تا گان لولی کردن توی گردونه. کاش از اینا بیاد تو سرور ما با اینکه من اصلا نیازی ندارم، من همه رو دارم، ولی خب میدونم برای خیلی از بچه‌ها خوبه. البته بچه‌ها اینم در نظر داشته باشید این گردونا خیلی شانس معمولا ریده نکنه. الان من 36 ام، خب اینو بکنمش 50 یکی رو 100% بهم میده. حاجی بکنیمش 50 دوستان، حاجی میصرفه دیگه. بذار بزنیم بچه‌ها بکنیمش 50 یکی از گان لولی‌ها رو. اصلا هدفم واقعا خرج کردن جمعون تو آفر بود، ولی حالا که دیدم لاکیش رو 50 اینجا رو 50 همچین سایت بیا رو چیز ما سرور ما میشه 300 لاکیش. اوکی 3 تا دیگه هم تکی میزنیم. بین این 4 تا من دوست دارم راستش وودپکر رو بده. ما که من اصلا توی سرور بازی نمی‌کنم و توی سرور بچه شاید باورتون نشه ولی واقعا پلیر زیاد نیستن، یعنی اکثرا جلیلن. حالا من الان بهتون لیدر بوردشون رو نشون میدم که قشنگ منظورم متوجه بشید. امیدوارم واو خوب بود. مثلا بعد اینا بود همین که A94 دولولو نداد خودش کلیه.
می‌خواستم بگم امیدوارم اینو بهمون بده که دیگه داد. اوکی اینجا لاکی رویالش هم حاجی 4 روز دیگه الان که دارم این ویدیو رو میگم و 3 روز دیگه الان که شما دارید ویدیو رو می‌بینید آپدیت جدید میاد توی گیم. البته نه بعد از رو گل رویال خودمون چک کنم. حاجی اشتباه گفتم این چی میشه این یه سرور این سرور اروپاست بعید میدونم مثل سرور خودمون باشه. یعنی چون سرور ما چون گل رویال که ببینید البته این گل رویالا ولی خب اینم چون با گل میشه اسم میزد. آخرین روزی که گل رویال تموم میشه روزی که آپدیت میاد. این یه نکته جالبیه که شاید خب یه تعدادتون ندید. آره بچه‌ها مثلا یه لحظه قبلی که آفر رو نشون بدم بهتون و بریم درش ورود بزنیم. من خودم خدایی ندیدمش فقط بچه‌ها اسم نیستم دیدم ست اصلیش چیه. بعد بچه‌ها تو این سرور خیلی جالبه مثل گذشته فری چون در گذشته اینجوری بود آفر میستری شاپ این شکلی اومد شما بعد 10 تا جم میدادی میرفتی اون یکی رو میدیدی آفر دومیه رو میدیدی. ولی تو سرور ما راحت میتونی سوئیچ کنی رایگان ولی اینجا اونجوری نیسته و مثل گذشته است. چیز باحالیه. بچه‌ها مثلا ریجن اینا رو نگاه کنید نفر یکشون حاجی 35 بعد مثلا اختلاف با نفر 5 25000 تا. حاجی الان سرور ما رو شما نگاه کنید شاید مثلا نفر 40 25000 تا باشه. اصلا کلا جلالت در این سرور واقعا موج میزنه و میبینید اینا آواتار بردارن اینا هیچ کدومشون یوتیوبر نیستن. تو این سرور شما اگه 2000 تا جیم بزنید به صورت 30 روزه آواتار بردارشو میگیرید. البته ویدارم توش خیلی هست مثلا یکی اینجا ویدار خیلی هست کلا توی سرور نگاه کنید یکی اینجا هست. سرورش کلا سروری که فکر کنم خیلی راحت هم وی بهتون میدن نمیدونم اون شرایطش به چه شکلیه ولی اینم تو چیزش که حاجی نگاه کنید کلا بچا الان که دارم این ویدیو رو میگیرم 14 روز دیگه و الان که شما دارید این ویدیو رو میبینید 13 روز دیگه اگه این ماه 30 روزه باشه سیزن جدید شروع میشه و در نهایت توی سرور ما الان همه امتیازشون مکسه که از 999 اومده 989 نمیدونم دلیلش ولی اینجا فقط 3 نفر 989 یعنی خیلی سرور راحتی. من یه سیزن هم دوست دارم به جای سرور خاورمیانه میام تو سرور اروپا رنگ کاپ کنم چون بابا اینا همه جلیلن جلالت میباره ازشون. اصلا نمیخوام بی احترامی کنم ولی واقعا اینا در مقابل پلیرهای سرور خاور و حداقل میشه گفت در مقابل چون پلیرهای سرور خاور هم که توی چیز لیدربورد هستن چیترها رو فاکتور بگیریم خیلی ایرانی توی لیدربورد هم بیار رنکت هسته و هم هسته و اینجا ما میتونیم ایرانی‌ها بریم اینجا رو تسخیر کنیم. یه دو تا ایرانی بیاد اینجا یک و دو رو قشنگ میگیره در این حد بهتون چون اینا همه خارجی و جلیلن واقعا پینگ خوب دارن دیوایس خوب دارن نمیدونم همه چیزشون خوبه ولی بازیشون متاسفانه مثل دیوایسشون یا مثل پینگشون خوب نیسته و دلیلش هم واقعا من نمیدونم. مثلا میبینی 3 نفر 989 بر ما شاید مثلا هفته اولی که بره 999 درستمون با چیت میاد ولی خب کله باباش یه سری با چیت بچه بریم سراغ ارزم موضوعتون آپدیت آفر که من 76% آف خوردم. آفر کلا 7 روزم داخل بازی هست یعنی همین امروز اومده. ما اینجا 10 تا توکن حاجی توکناشونو بهتون بگم نگاه کنید تا 1000 تا داره. 10 تا باکس توکن لول اپ داریم که 1000 تایی 100 تایی هم داره. برای ما تو سرور ما مکسش 10 تاست. اینجا نگاه کنید 3 4 5 10 تو سرور ما 3 4 5 6 7 8 9 10 اینجوریه. اینجا چی عدد میپره 100 از 100 یه صفر دیگه میاد جلوش میشه 1000. خیلی عجیبه حاجی اینش خیلی عجیبه و خب اینم میگیریمش احتمالاً. حالا یهو بزنه 1000 بچا یهو بزنید با یه دونه باکس مثلا بهمون 1000 تا بده یه گان تا لول 6 میتونیم ببریمش بچا. برای مکس کردن یه گان از لول 1 تا لول 7 1450 تا دقیقاً توکن میخواد و حاجی این انگار 2/3 توکن با یه دونه باکس میتونیم. خیلی خوبه 100 تا هم بده خودش کلیه به نظر. ما 2 تا ست هم داریم بچا که حالا معذرت یوتیوبر مملکت ستار دانلود ندارم کار نداریم. این فری فایر عادیه من رو فری فایر مکس همه ستار دانلود دارم. این چون سنگین میشه نمیتونم همه رو دانلود کنم وگرنه لگ. این از عجایب فری فایر روی پی سی. ببین بچا این که قطعا با همین میاد خب این یعنی میشه ست اصلی آفرمون ولی این ست حاشیه‌اش ممکنه این دوتا نباشه. این ست تو سرور ما اصلا چیز چی بهش میگن پیش پا افتاده اینجوری نیست که بیاد تو آفر. حالا ما شانس داریم میبینیم میاد چون خیلی ست کمیابی. حالا یادم نیست کجا این اومده. ما اینجا دوتا دنس جلیلی هم داریم که واو چه دنس قشنگ. اینجا یه دونه یخ داریم که یخ سبزیه. ارزم به حضورتون کارت اینکو من ندیدم توش. یه بعد یه دونه مایتابه یه دونه کفش آبی یه دونه شلواری که دانلودش نمیخوام بکنم انقدر جلیلیه. جلالت از چلوره رنگش میباره. باشه اینجا یه دونه اسکیت داریم که اسکیت هم جلالت ازش میباره. ببین بچا ما الان می‌خوایم سویچ کنیم بریم اون ست مردونه و زنانش. اینجا فقط دنسش هست بچا شاید باورتون نشه ولی اینجا دنس اصلیش به این شکله. همین دنس هم 100% توی سرور ما میاد. 10 تا جیم داریم الان سویچ 10 تا فقط داریم برای بازشونش. الان فکر کنم دیگه همینجوری میتونیم سویچ کنیم. آره ولی قبلا به این شکل نبود. این چی؟ این برای همین یکی از همین گردوناست. این چیزشه چی بهش میگم بیلاخشی که میشه ارزم موضوعتون که اسپین زد توکنشه کارتشه. بچا قبلا اینجوری بود که شما هر بار می‌خواستین سویچ کنید بعد 10 تا جم میدادید. چه یه بار میرفتین چه 10 بار ولی اینجا 10 تا دارین کلا باز شد. عجیبه. این ست مردونش چقدر خوشگله حاجی خیلی قشنگه. واو 2 تا ست دیگه هم اینجا 2 تا باندل کامل دیگه هم داریم که ارزم حضورتون 2 تا باندل اپیکن و اینجا یه دنس جلالت از دنس فری فایر عینک کجا رفت نظرتون بچه؟ عینک رفت خورده بندیته رفت خورده ماسکش. اوکی اینم یه دنس تموم نشدنی که میشه باش 266 هم لایکش کنار.
عجیبه. دو تا اینجا اسکین یخ، یه دونه کارت تغییر اسم، یه دونه از این چالش ازدواج، یه دونه از این موتورهای به درد نخور اسکینش که میره تو آب، عرض موضوع یه دونه بکپک و یه دونه کاتانای جلیلی و یه موی جلیلی ها، یه جلالت از این موی میباره و کارتینکو نداره. عجیبه و ست زنونش هم نیست حاجی. این ست مردانه ست زنونه داره ولی نیست، میدونم کجاست. ولی ما اینجا گفته آقا 99 تا جیم باید خرج کنیم، بعد با 287 تا با آف 78% میتونیم اینو بگیریم. برای اینکه ما 99 تا خرج کنیم چی میتونیم بگیریم من نمیدونم، ولی این باندل مردونه مثلا دوست دارم با اینکه نمیصرفید بگیریمش، ولی گرفتیمش که ست اصلیه اینجا دوستان عزیز من باز بشه. با 287 تا میگیریمش. حاجی ست زنونش این که نیسته یه مقدار داره من اذیت میکنه. این خدایی رو پوستر اولش ست زنونش هم کنارش بود، چرا اینجا نیست نمیدونم چی به. اینم که بچه‌ها این یکی دنسش، اینم به نظرتون بگیریمش؟ فکر نکنم بس بگیریم. 9 تا دیگه هنوز باید خرج کنیم تا این ست. کاش میامونیم اینو، البته نه دیگه، ما می‌خواستیم اینو بازش کنیم. اوکی اینم میگیریم از این ور. این ست خیلی انصافا قشنگه و این دنس هم از این ور میگیریم دوستان عزیز. حالا بریم یه لحظه با هم اینایی که گرفتیم و عرض موضوعتون که نه چرا توی بس یه بررسی بکنیم ببینیم چیا گرفتیم. خب دو تا ماندل کامل گرفتیم که این خیلی قشنگه و اینم واقعا انصافا اصلا بهش نمیخوره ست آفر باشه. میدونید یه ستی میخوره که واقعا توی گردونه مجزا اومده باشه، گردونه حداقل 3 4 که جم به نظر من میخواد. البته اینم باید در نظر داشته باشین اپیک ها لژندری نیست ولی خیلی خوشگله واقعا. اینکه داخلش نگاه کنید ماسکش چقدر داخلش قشنگه مشکی، خیلی منو جذب کرد حقیقتا. شما هم نظرتون رو راجع به این ست خوشحال میشم داخل کامنت ها بنویسید. اینم که مثلا عزیز من دنسشه که دنس جلیلی. بذار من این همه دنس چرا جا کردم اینجا؟ دلیل این همه جا کردن دنس رو کسی میدونه؟ دنس خنده چیه اینجا؟ من تا حالا فکرم روی اکانت بازی نکردم مثلا، یعنی واقعا یادم نمیاد روی اکانت پلی داده باشه. لولش هم نمیدونم چه جوری 7 شده ولی یادم لولش 1 بود. بویا پساش هم همین 1 بود. حالا بهتون نشون میدم. بچه 10 تا باکسی که گرفتیم یه بازش کنیم ببینیم بهمون 1000 تایی میده. بله دوبار 1000 تایی داد. بیلاخ با یک بیلاخ ما رو اینم داره. این برای ایکس ام شه. چرا همه باکسش تا 1000 تا داره؟ اینم بیلاخ داد، اینم تا 1000 تا داره، اینم بیلاخ داد، اینم که یه دونه کلا. خب این دیگه واقعا تا 1000 تا نش. بچه‌ها یه لحظه بزنید چیز هیستوری که نداره، نکن هیستوری نداره ولی بویا پسش ببینید 1 1 1 1. البته این لابلا خرابم شده حاجی، خراب به 1 1 1 2 5 1 1 16. بعد ببینید هیچ بویا پسی هم نخریدم، خیلی قشنگه. البته اینا در نظر داشته باشید من اینجا الیت پاسا رو می‌خریدم و پرش فقط می‌خریدم که طلایی نمیدونم چرا همچین کاری می‌کردم ولی خب با انصافا چقدر قشنگ شده. ببینید همش یک چقدر قشنگ، چقدر زیبا. شاید یکی از دلایلی که همش یکه اینه که پلی نمیدم روی نمیدونم. البته میتونم از اینجا برداشت کنم ولی برداشت نمیکنم دوستان. و اینم بود از این. بذار ببینم دیگه چیزی گرفتیم یا نه. آها یه دونه گانم گرفتیم اینجا داره بهش اشاره کنیم. اینجا ما یه دونه پارافال لولی جذاب لول 1 داریم. ببینم میشه لول اپش کرد یا نه. میدونم توکن داشت لول 2 اینم از این. یه اسکرین شات هم بگیریم حتما بزنیم پروفایلمون چیز لول 2 پروفایل. و اینم بود از این دیگه. امیدوارم بچه‌ها از این ویدیو لذت برده باشید. هدف من از این ویدیو این بود که زودتر ست آفر رو به شما نشون بدم و امیدوارم که به همین شکل آفر بیاد، یعنی به شکل میستری شاپ بیاد. درسته منافع کمی میخورم، من قطعا میره تو پاچم و مثلا بعد این ستی که مثلا اینجا با 200 تا جم میگیرم اونور با 500 تا جم بگیرم، ولی نه برای خیلیاتون خوب میشه و خیلیاتون میتونید اینو ست با جم کمتری بگیرید که برای من خیلی خوشحال کننده است، چون آفر بالایی میخورید. معمولا همتون خیلی خرشانسید و خب برای من خیلی خوشحال کننده هستید. دمتون گرم مرسی این ویدیو تا اینجا تماشا کردید. لایک و کامنت سابسکرایبتون و یادتون این ویدیو رو بر دوستاتون بفرستید تا اونام زودتر از ست آفر جدیدی که قرار بیاد و همچنین آفر جدیدی که قرار بیاد آگاه بشن. البته که یهو میبینید گارنا میزنه زیر کاستوکوزه همه چیز رو فردا تو گل رویال میاره. اگه آورد یقه منو نگید بچه، به خودم من که من همینجوری گذاشتم ویدیو رو دیگه. خداحافظ.